من خودم به نوبه خودم به خانواده مهسا امینی عزیز و ملت داغدار ایران، کشور عزیز و وطنم تسلیت میگم و همچنین به مردم عزیز تاجیکستان و پدر مادرها نیز بابت شهیدانی که داده شده به خاطر مرز و بوم و خاکشون تسلیت میگم. امیدوارم که این جنگ ها همه به زودی زود تموم بشه و همه با صلح و صفا در کنار همدیگه زندگی. درود به همه دوستای گلم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. من دیروز هیچ ویدیویی آپلود نکردم، امروز هم نمیخواستم آپلود کنم به خاطر اتفاقای اخیری که افتاده، ولی گفتم شاید به عنوان یه قطره کوچیک در این اقیانوس بیکران بتونم مفید و مثمر ثمر باشم. دو مبحثی که میخوام راجعش صحبت کنم، یکی مهسا امینی عزیز هستش و دیگری جنگ هایی که داره اتفاق میفته مخصوصا بین کشور عزیز تاجیکستان و قرقیزستان که بیشتر بچهای کانال من هم از کشور عزیز تاجیکستان هستن. بحث رو شروع میکنم با مهسا امینی عزیز، یک دختر 22 ساله که از زادگاه خودش برای سفر و مسافرت و دیدن خویشاوندان به تهران سفر میکنه و جنازش برمیگرده. مگه میشه؟ آقا پلیس حافظ امنیت و جان ناموس مردمه. در ایران پلیس میبینی باید فرار کنه چون هر لحظه امکان داره که بکشدت. یک جوان 22 ساله با 1001 امید و آرزو رفت. امیدوارم که فقط خداوند صبر به خانواده مهسا امینی عزیز بده و کارماشو به سمت کسایی بفرسته که باعث و بانی این اتفاق شدن. زمین گرده، کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. من اصلا خودم نمیتونم تصور کنم. من خودم خواهر دارم، مادر دارم. اگر اتفاق براشون میافتادش من چیکار میکردم؟ نمیدونم چیکار میکردم. شاید دیوونه میشدم. خیلی راحت با یه باتون با یه چیزی زدین تو سر بچه مردم کشتین. 22 سال پدر و مادر این نشستن بزرگ شدن این بچه رو دیدن. 1001 آرزو براش داشتن. خود این جوون 1001 آرزو با یه ضربه تو مرد، کشته شد. کارمایی هم هست، منتظر کارما باش. زمین گرده، منتظر باش. در تمام شهرهای ایران مردم خشم خودشون رو دارن نشون میدن. در شهرهای بزرگ دنیا هم داره این اتفاق میفته. امیدوارم گوشی برای شنیدن باشه. امیدوارم که این سری صدای مردم ایران به گوش کسایی برسه که بتونن کاری انجام بدن. مردم ایران خیلی مظلومن. مردم ایران خیلی با محبتن. ولی خدا نکنه روزی که اینا خشمگین بشن. خداوند صبر بده به پدر مادر مهسا امینی عزیز. امیدوارم که من تونسته باشم کار کوچیکی انجام داده باشم و بتونم مفید و مثمر ثمر باشم به خاطر این اتفاق بدی که افتاده. مهسا جان، روحت شاد و یادت همیشه در قلب‌های ما خواهد ماند. بحث دوم، جنگ بین تاجیکستان و قرقیزستان. جنگ خانمانسوزه. چقدر جوان کشته شده از هر دو طرف. چقدر خانواده داغدار شده از هر دو طرف. هر دو طرف جنگ با این تفکر میان جلو که آقا میخوایم از مرز و بوممون دفاع کنیم. یه ویدیو هستش من در یوتیوب دیدم که یک دوست عزیز تاجیک اومده و صحبت کرده راجع به این جنگ و جوانانی که در تمام دنیا دارن از مرز و بومشون دفاع میکنن. این خیلی شعور بالایی رو نشون میده که فقط نمیاد بگه آقا جوانان کشور من، میگه همه جوانایی که دارن از مرز و بومشون دفاع میکنن. چون همه با این ذهنیت میان جلو که آقا من باید برم از کشورم دفاع کنم. بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم و راجبش صحبت کنیم. اسکر بچه‌هایی که در مرزها شب زنده‌داری کردند و حمایه از وطن، دفاع از وطن کردند، ناموس از زن و دختر و پدر و مادری پیر تاجیکستان کردند. خداوند کریم را دعا گوییم که اولا بر پدر و مادرشان صبر عاجل کامل نصیب بگرداند و این جام شهادت فرزندانشان خداوند و درگاهش قبول بفرمایند. مفهوم حدیث رسول پاک صلی الله علیه و سلم است که
هر چشمی که خواب نیست و مرزبانی میکنه، چشمی که در راه خدا ایستاده مردم نگهبانی میکنه که مردم در آسایش و آرامش خواب باشند، زندگی باشند، خصوصا بر فرزندای ما و شما که در مرزها نگهبانی دارند. اینجا نمیگه که فقط کشور من، میگه تمام چشم هایی که دارن از مرزها نگهبانی میکنن و در آخر میگه مخصوصا جوانان کشور من. خیلی این جمله قشنگ بودش، من واقعا لذت بردم که هر کسی در مرزهای کشورش با این سیستم وایستاده، با این سیستم داره دفاع میکنه که آقا من دارم از مرزهای کشورم دفاع میکنم. بریم ادامه رو ببینیم، خیلی صحبتاش باحاله. فرزندهایی که جگر پدر و مادر و جان پدر و مادر بدن، سایبان و دستگیر نوری پدر و مادر بدن برای دفاع از وطن، دوستداری از وطن، که رسول خدا فرمودند دوست داشتن وطن این شعبه ایمان است. هر کسی وطنش دوست می‌داره، ملتش دوست می‌داره، برای وطن و ملتش دفاع میکنه، با خون جان و مالش نگاه میکنه تا سحر چشماش خواب نیست، تا که ما در آسایش آرامش باشیم. خداوند کریم آتش دوزخ را بر ما حرام کرده. هر کسی، خیلی جملهش قشنگه، هر کسی هر جای دنیا که داره از مرز و بوم کشورش دفاع میکنه، خداوند آتش دوزخ رو بر اون حرام کرده. خیلی، یعنی یه آدم منطقی داره این حرف رو میزنه، یه آدمی است که فقط بگه آقا کشور من، فقط مردم من، فقط ما. میگه هر کسی هر جای دنیا که هستش داره از مرز و بوم کشورش دفاع میکنه، خداوند آتش جهنم رو بر اون حرام کرده. این که طرز فکر آدم ها اینجوری باشه، شعور این آدم رو نشون میده که چقدر شعور این آدم بالاست، باریکلا داره. بریم ادامه. خصوصا خیلی سخته برادرایی که امروز فرزنداشون از دست دادن، پدر و مادرایی که اشک ریختن. امروز جنازه ها ده بودیم، جنازه ها را که آوردن، دل بنده اینقدر درد کرد که طاقتش نکردم. تو یک ویدیو کنم و پدر و مادری ها تسلیت عرض کنم که رحمت برای پدر و مادری که فرزند شجاع و دلیر و بناموس تربیت کردن. فرزند بیچاره پدر مادرها، بیچاره پدر مادرها که میشنن یه عمری بزرگ شدن بچه‌شون رو میبینن، بعد با یه اتفاق کوچیک در عرض چند ثانیه تموم میشه همه چی. بیچاره پدر مادرها. خداوند به پدر مادرهای تمام شهیدای این جنگ صبر و طاقت بده که برای وطن و ملت شده جان خود را فدا کردند و جام شهادتش نوشیدند تا که ما در آسایش باشیم، تا که ما در آرامش باشیم. خداوند کریم پروردگار قبرش و رسول خدا فرمودند قبر از دو حالت خالی نیست، یکی از آتش جهنم، یکی از باغ جنت. خداوند کریم قبرشان از باغ جنت بگردان، جنت الفردوس جایگاهشون شود. خداوند کریم با دعا گوییم که فرزندای باقی مانده مردم تاجیک خدا نگهدار و مددگار باشد. عزیزان من، مصیبت و فتنه هایی که آخر زمان می آیند، مسلمان با مسلمان جنگ می‌دازند، فتنه خیلی شیطان و فتنه ابلیس است که برادر با برادر چی میکنه، ولی افسوس بعضی برادرای مسلمانی را نمیفهمند. چقدر جملش قشنگ بودش، خیلی جملش قشنگ بودش. برادر با برادر، مسلمون با مسلمون جنگ میندازن، ولی متاسفانه خیلی از ما نمیفهمیم. خیلی جملش قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. دعا کنیم خداوند کریم پروردگار تاجیکستان عزیز ما را از بلا و مصیبت و فتنه های آخر زمان نگه بداره. خدای جنگ خانم‌سوزا خدا متوفق کنه، خدای جنگ نشان نده. خداوند کریم دیگه اشک مادر و پدرها را نریزانه. خدا مرزهای ما تنجی و آرامی باشد. خداوند کریم دشمنانی که گرگ‌ها در لباس گوسفند داخل میشوند و میخوان آسایش آرامش ما را برند، امنیت ما را، آسایش تنجی و امانی ما را از بین برند. خداوند کریم هدایت شون، اگر قابل هدایت نبودن پروردگار سرنگون رو بگردان. خداوند فتنه ها را دور بگردان. خدا فرزندای ما را داغش نشان نده. خداوند کریم تاجیکستان عزیز ما که در این
مدت کوتاه اینقدر پیشرفت و آباد شد. خدای تعالی نگهدارش بود. خدا از جنگ‌های هواپیمایی، از جنگ‌های دیگر و از اسلحه‌های وزنی خدا نگه دار که هیچ کس طاقتش نداره. خیلی سخته. بازم من خودم به نوبه خودم به خانواده مهسا امینی عزیز و ملت داغدار ایران، کشور عزیز و وطنم تسلیت میگم و همچنین به مردم عزیز تاجیکستان و پدر مادرها نیز بابت شهیدانی که داده شده به خاطر مرز و بوم و خاکشون تسلیت میگم. امیدوارم که این جنگ ها همه به زودی زود تموم بشه و همه با صلح و صفا در کنار همدیگه زندگی کنیم. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودید. امیدوارم که جنگی نباشه. تا ویدیو بعد، بدرود.